بنبست ها و مشکلات و سختی ها با چند چیز حلش بکنیم. اول با استغفار. اگر در زندگی به بنبستی رسیدید، نیازی نیست که بزنید تلویزیون رو خرد کنید، سرتو بزنید به دیوار، بکوبید به دیوار، اخلاقت با خانوادت تند کنید، حرفای بی ربط مشت و لگد بزنید به اون زن مسکینی که تقصیری نداره. تو زندگیت بگرد، تو حرکاتت، تو سکناتت، تو نیتات، مقاصدت نگاه کن، لغزشی جایی نیست. حتی اگر پیدا نکردید بگو شاید نادانسته من خطایی کردم که این نتیجه شه. علمای بزرگ وقتی که شترشون نافرمانی میکرد تازیانه به شتر نمیزدن، ولی ما لگدمال میکنیم شتر رو. شتری که همیشه در اختیارشون سوارن دارن میرن، یک دفعه نافرمانی میکرد به زمین میخوردن، به جایی که تازیانه به شتر بزنه میگفت استغفر الله استغفر الله استغفر الله. این شتر که همیشه مطیع بوده، حتما امروز من نافرمانی اون بالا کردم که این مأمور اونه نافرمانی داره میکنه، آرامشو از من گرفت، آسایشو از من گرفت. بلا فاصله پناه میبردن به استغفار. استغفار و توبه در وهله اول وقتی دچار مشکل میشی در زندگی، بعد وضو گرفتن بر سختی ها، بلا فاصله پناه ببر به وضو بگیر. سوم صدقه بده، صدقه بده. و قبل از این ستا اول بگو انا لله و انا الیه راجعون. الصبر عند الصدمة الاولی. با 4 برنامه بنبستا و کمی و کاستی ها و ضررها و نقائص در زندگی رو چه حلش بکنیم. اولین لحظه‌ای که خبر مشکلی به من رسید یا بنبستی مطلع شدیم یا تو سختی واقع شدیم، انا لله و انا الیه راجعون، مشکل رو حل